روستای پریوه سفلا به سمت کرمانشاه. تاریخ 17 اسفند 1403 ساعت 1:06 ظهر. با من همراه باشید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم. توجه کنید، روستای پریوه سفلا یکی از روستاهای شهرستان هرسین می باشد و فکر کنم قدمت تاریخی زیادی داشته باشد و جاذبه گردشگری هم داره. جاذبه گردشگری دوران تاریخ باستان، تپه سرسل و ده سفید می باشه. دوستان به دلیل اینکه روستا دهیاری ضعیف و شورای روستا نداره، وضعیت جاده ما اینجوریه که یعنی تو حالت عادی بخوای راه بری پر از چاله و دست انداز است و به خاطر همین فیلم فکر کنم داره میلرزه و گوشی من لرزشگیر اینا نداره. امکانات من خیلی کمه. لطفا حمایتم کنید که بتونم در سری‌های بعدی که کلیپ میذارم داخل کانال تصویری با کیفیت و مرغوبی رو داشته باشم. این روستا داره پاسگاه نیروی انتظامی هم میباشه.
مستقیم به کرمانشاه میخوره که سمت راست و به سمت چپ اگه بریم به سمت هرسین، شهرستان هرسین جریان داره، راه داره و ما الان میخوایم به کرمانشاه بریم و سعی میکنم در کلیپ بعدی سفر به کرمانشاه رو بذارم و در آینده نزدیک، یعنی خیلی نزدیک. ممنون که تا آخر ویدیو تماشا کردید، دمتون گرم، خیلی ممنون و خدا نگهدار.